سلام آرمی، چطورین؟ خیلی خوشمزه به یه ویدیو دیگه. من رستم امروز با تارتون توی ویدیو بریم و با هم دیگه پارت 11 ماکیتا اسپورت شما رو داشته باشیم. پس بدون معطلی برو بریم سراغ ویدیو. خیلی جذاب. با دلتون واسم تنگ شده بود یا نه بعد از کلی وقت اومدیم و یعنی خودم اومدم تا براتون ویدیو ضبط کنم. ویدیوهای قبلی و آقا محمد امین عزیز زحمتشو کشید که همونطور که توی آخرین ویدیو که مال 405 بود بهتون توضیح دادم دیگه. بچه‌ها ببخشید خود حالا چون محمد امین تازه اومده اضافه شده، الان تو امتحانات فعلا تجهیزات با کیفیت واسه فیلم برداری موجود نیست. ایشالله همه اینا تا اواسط تیر برطرف میشه، چون الان هممون درگیر امتحاناتیم که امیدوارم همتون امتحاناتتون رو با خوبی پشت سر بگذرونید. بیشتر از وقتتون رو نمیگیرم و بریم سراغ پارت 11 ماکیتا اسپورتشون. میدونین که این مسابقات جایزه داره. تو پرانتز بگم اگه میخوای بدونی شرایط مسابقه چیه و چجوری میتونی توی این مسابقه جایزه دار شرکت کنی تا شانس اینو داشته باشی که یک ماکت برنده بشی، تا آخر ویدیو همراه باش. هم وسط ویدیو میگم هم آخر ویدیو که چجوری میتونی شرکت کنی. پس این تو کامنت بود. برنده پارت قبلا اینجا واسهتون عکسشو میذارم که متاسفانه مراجعه نکردن. چرا مراجعه نکردین؟ مراجعه میکردین و ماکتو برنده میشدیم که خب مراجعه نکردین. خب میریم سراغ نفر اول. خب بچه‌ها همونطور که توی قوانین میدونین شما عکس جدیدتون باید 1:1 باشه و همونطور برای اسمتون هم باشه. اما این عزیزان از خیلی وقت پیش برای من عکس‌ها رو ارسال کردن، واسه همین احتمالاً تا یکی دو پارت دیگه عکسایی که میبینین توی ویدیو شامل اون قوانین نشه. ولی شما وقتی الان میخواین عکس بفرستین باید طبق قوانین مسابقه بفرستین که قبلا ویدیوشو ساختم، این بالا لینکش میاد. حتما قبل از اینکه بخواید شرکت کنین این ویدیو رو ببینید. میتونیم این عکس رو مشاهده کنیم. اگه اشتباه نکنم مال آقای امیرعلی فیروزی بود. حالا نمیدونم چون یه فیلم فرستادن، میریم جلوتر فیلم رو میبینیم چون یه چیز خیلی خفن درست کرده. اولی با قدرت شروع کردیم. یه دونه مینی ماینره که در ظاهر شاید ساده بیاد ولی یه پلاک خیلی طبیعی و جذاب واسش طراحی کرده. روی کاپوت هم یه سری ورودیای خیلی خفن و باحال خودش درست کرده. اگه اشتباه نکنم بعد اون لوگوی تاکسی خودش درست کرده باشه. اصلا این تریم تاکسی گونه‌شو احتمالاً خودش درست کرده، یعنی خودش رنگشو مشکی کرده و برداشته و دیگه به قول گفتنی پامم خورد به دوربینا داره میلرزه. این حالا نمادهای تاکسی هم روش چسبونده. توی عکس بعدی میتونیم عقبش رو مشاهده کنیم که بله فامیلیشون رو برداشته روی شیشه عقب زده، چراغا رو خودش طراحی کرده، عجب اگزوزای خفنی درست کرده و عجب بالای خفنی و دو تا نواری که روی در کناری کفقاب شده، رینگاش هم مشکی کرده. حالا سپره رو نمیدونم خودش کروم کرده یا فابریک کارخونه بوده و دمش گرم، واقعا زحمت کشته. همین الان میره جزو کاندیدا قرار میگیره. این عکس هم حالا با ادیت اومده چراغا رو روشن کرده که خب باحال‌تر شده. خب ایشون لطف کردن و برامون هم یه ویدیو فرستادن که شرایط اینکه ویدیو چه حجمی باشه و مدتش چقدر باشه توی ویدیو قوانین گفتم حتما نگاه بکنه، اینجا نمیگم. بریم که با هم دیگه ویدیوشون رو ببینیم. خب نوشته شده تیون شده توسط امیرعلی فیروزی، دمش گرم که اسم فامیلشو نوشته. آهنگم خدا رو شکر نداره. خب عقبشو میتونیم ببینیم و داخلش رو عکسایی که از داخل فرستاده. دور فرمون، رنگ صندلی‌ها پارچه است. به داشبورد خودش طراحی کرده. فقط دستی رو ببین با دنده، با اون زیر دنده‌ای، کپسول نیتروژن و چراغ سقفی که خودش گذاشته، اسکلت‌ها، جای باند و چراغ سقفی. اگه می‌خواید آموزشش رو بذارم حتما توی کامنت‌ها بنویسین. اینم یه فیلم دیگه از روخ کار. بیشتر داخلش خیلی برای من جذاب بود و دمش گرم، خیلی خفن بود و همین اول کار و به عنوان نفر اول میره توی لیست کاندیداها که شما تا 24 ساعت پس از آپلود این ویدیو میتونین بیاین توی اینستا بهشون رای بدین و برنده مشخص میشه و دیگه برنده رو شما انتخاب میکنید. من یه چند نفری رو به عنوان کاندید انتخاب میکنم. شما میرید توی اینستاگرام ماشین فلزی که لینکش اینجا یا اینور میاد و به قول گفتنی اونجا دیگه برنده مورد نظر خودتون رو انتخاب میکنین. هر کسی که بیشتر رای بیاره برنده است. عکس بعدی مال آقا مهدی گله که خیلی تمیز کار نکرده حقیقتا و خیلی تمیز نیست. چرا من قبول کردم و خط کشی ها خب طبیعتا باید منظم تر انجام شد. لوگوی کره رو خب میتونست با فایل چاپ کنه و زحمت کشته ولی خب خیلی معمولی بود. با اینکه خیلی زحمت کشته تیون کنه، اگه از اقلام بهتر استفاده میکرد خیلی چیزا قشنگ میشد. یعنی ایده هاش خوب بود
ولی مصالح مورد نیازش خیلی بد بود، اینجوری میخوام بگم. میریم سراغ نفر بعدی، جایی که یه 405 پرچم فرانسه رو چه سمی؟ یه 405 که روی کاپوتش حالا پرچم فرانسه رو طراحی کرده، مشه کنار رو برداشته و رنگ قرمز کرده، دیگه خود چراغا رو برداشته و مشکی کرده. رینگاشو من موندم توی این رینگا رو از کجا آوردی؟ یا حتما تو کامنت واسم بگو این رینگا رو مثلا خریدی، خودت درست کردی، مال یه چیز دیگه‌ای بوده انداختی رو این. بیا حتما توی کامنت بهمون بگو. و فقط هم یه عکس فرستاده بودم. میدونین دیگه واسه قوانین جدید شما کمش باید به قول گفتنی حد اکثر 2 تا عکس ارسال بکنیم. میگم این قوانین رو ببینیم که وقتی فرستادین من گفتم قابل قبول نیست یا طبق قوانین عکس رو بفرستین نگین چرا فلان و بهمان و بیسار. باید حتما طبق قوانین باشه. عکس بعدی میدونه 206 کفقاب شده، پرچم فرانسه رو رکابشه، زها رو فکر کنم خودش رنگ کرده و یه ابرو هم واسه چراغش گذاشته، یه نوار مشکی هم روی کاپوتشه. عکس بعدی یه دونه 450 که یه نوار مشکی روی کاپوت و سقفشه، یه دونه چراغاش هم که کوره و بالا عقب هم واسش گذاشته. تو عکس بعدی میتونیم رینگ جلو رو ببینیم که مشکیش کرده و همین از پشتش هم نفرستاده. باز یکی از قوانین اینه که شما حتما اون 2 تا عکسی که به عنوان حداقلی میفرستین یکیش از جلو باشه یکیش از عقب. عکس بعدی یه دونه توسان خیلی باحاله که اومده و به قول گفتنی نه توسان، بله بچه‌ها مشاهده میکنین ایشون توسان هست و AX55 با AX35 فرق نمیکنه که کاف شده آخر شب بله ما از خواهیم کار ازتون یه ذره میخوام تا برداشت خلاصه برداشته دیگه یه خود چیز میز بهش چسبونده و ما هم از بس سرویسمون کردن که عکسو قبول کنیم، عکسو قبول کردیم. ولی خب اینا مال قبل از قوانین بود، الان دیگه قوانین هست و شما هر چقدر هم که بگین من زحمت کشیدم فلان که امسال کردم اگه طبق قوانین نباشه متاسفانه قبول نمیکنم. عکس بعدی یک دونه 206 SD رو داریم که میتونیم ببینیم ورش رو درش مثلا این لوگویی حالا این پارسه که چسبونده، حالا نه پارس رابطه به 206 داره، یه بال دستاز داره، یه آنتن داره که ماشاءالله بزنم به تخته اندازه یکی از پروفیل‌های ماشینه و دیگه رکاب فرانسه پرچم فرانسه هم رو رکابشه، ضربان قلب رو درشه، کاپوتش مشکیه و دور لوگوی پژو رو این درشه با ضربان قلب و تمام. اینجا میدونه لوتوس XZ رو داریم که لاستیکا سفیده، آینه سفیده، یه قسمتی از صندوق سفیده، یه نوار سفید داریم و بالا عقبم سفیده و اینم باحاله. تا اینجای ویدیو هم اگه هنوز ویدیو رو لایک نکردی حتما این ویدیو رو لایک کن که کلی ویدیوهای خفن براتون قراره بسازیم. در عکس بعد یه دونه پارت پلاستیکی رو داریم مشاهده می‌کنیم. عجیب بود این پارت، بیشتر ماکت‌ها فلزی بودن و این تنها ماکت پلاستیکیه توی این پارته، ولی یه ماکت خیلی خوب و درست حسابه. مثلا اصطلاح ماکت که درست نیست چه واسه اینا چه واسه قبلی‌ها، ولی خب به هر حال یه دونه ماشین پلاستیکی خیلی باحاله که براش واسش چراغ هم گذاشته، دمشگرم کف‌قاب از این حالا برو گفتنی اسکی بندا هم داره که آموزش ساختش واسهتون گذاشتیم، هم میتونید پلاستیکی اجرا بکنین هم روی فلزی که ما حالا روی فلزیشو اجرا کردیم، فرقی نداره، راه جفتش یکیه. لینکش این بالا میاد، حتما برین و مشاهدهش بکنید. و اینجا هم که با یه سری دودای خیلی خفن برداشته و زحمت کشیده عکس فرستاده دمشگرم. من حالا هی پامم داره میخوره تو این سپایه، دمشگرم که زحمت کشیده و برای ما دیگه دودزا بودش و عکس گرفته. توی قوانین جدید اگه عکستون خوب باشه خودش تاثیر داره طبیعتا. میریم سراغ عکس آخر اگه اشتباه نکنم که موتوریا همچنان ما رو همراهی میکنن. ساعت هم از 12 شب گذشته ولی خب ما رو همراهی میکنن، دمشون گرم. یه دونه 206 خیلی خفنو داریم که مشتی و باحال تیون شده و مواردی مثل این 206 یا اون مینی ماینره، حالا مینی ماینره که تا حدودی ثابت شده است، اما یه همچین 206 هایی که نه فقط 206 منظورم چیزی که در این حد خفن تیون شده و خب مشخصا این شو الان جزء دومین کاندیداست. حالا دوباره برم عکس‌ها رو یه بار نگاه کنم، اگه کاندیدای سوم و چهارمی هم بود بهتون اعلام کنم. داشتم میگفتم
قابل توجه دوستان عزیز، چون تو پارت قبلا باز داشتیم، مثلا همین پارت قبلی هم یکی از 206 بیشترین رأی آورده بود ولی 405 قبول شد. به خاطر اینکه یک سری از افراد جدیدن، حالا با وجود اینکه پارت قبلی مثلا جزو چیزایی بوده که زمانی که این عزیزان چند ماه پیش فرستادن قرار نبوده ما جایزه بدیم، اما همینطوری حالا نمیدونم چه مشکلی داشتن برداشتن و از این پیجایی که میان مارکتینگ میکنن و اینا عکسای اونا رو بدون اجازه برداشتن و فرستادن. کاری نداریم. خب اما از الان به بعد کسایی که میخوان عکس بفرستن و در این حد تیون کردن، من ازشون چیزایی واسه اثبات کردن میخوام و الانم تو ویدیو نمیگم، به هر کس هم یه چیزی میگم که تا جای ممکن امنیت بره بالاتر و نتونین منظورم با اون مخاطبایی که از بیرون دارم یا نگاه میکنم، من امارمیه که اهل این کارا نیستن. خلاصه تویی که حالا به سبب اینکه فکر کنی میتونی منو گول بزنی و همینطور مفت و مجانی یه دونه ماشین فرزی جایزه بگیری، من وقتی عکس از یه جا دیگه یا از یه کس دیگه رو برمیداری و میفرستی، من بعدش یه چیزی میخوام که فقط اون کسی که ماکت دستشه بتونه واسه من به قول گفتنی ثابت بشه و دیگه اون موقع است که آبرود میره. اینجور عزیزانی هم که خب دیگه من حالا که نمیدونم کی واسه این عکس رو فرستاده که اگه بیشترین رأی رو بیارن، مثل اتفاقی که توی 2 تا ویدیو گذشته افتاد، من حذفشون میکنم و میرم سراغ نفر دوم و همین راحت. کاری نداریم، ان شاءالله که این 26 جذابم رو خود کسی که زحمت کشیده به این طرح تمیزی تیونش کرده خودش برامون فرستاده باشه، نه کسی دیگه ای. می‌بینیم که یه سپر خیلی جذاب واسش درست کرده. اگه دوستان آموزشش رو بذارم حتما توی کامنت بنویسین. یه رنگ خیلی خفن و یه رنگ قرمز خیلی جذاب، چراغ کامل سیاهن، کف خوابه و دیگه می‌بینیم که سپر واسش توری گذاشته بود، سپرش هم راحت باز میشه و از زیرش هم می‌تونیم ببینیم که عجب خبراییه. توی عکس بعدی هم می‌تونیم عقبش رو ببینیم که اگزوز خیلی خفن داره، شیشه‌های عقب کامل 100% دودیه، یه دونه کلاوه خیلی خفن هم اون عقب گذاشته با یه نماد شیطانی خیلی خفن، چراغ‌های هلایی که داره و می‌بینیم که خیلی باحاله و آموزش ساخت این هم توی کانال رو براتون گذاشتیم روی 206، می‌تونیم برین و ببینین و ازش لذت ببرید. خب بچه‌ها از ویدیو ما امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشین. یادتون که حتما ویدیو رو لایک کنین، چنل رو دنبال کنین، زنگوله بغلش رو بزنین. اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام ما هم این بالا یا این بالا میاد، حتما دنبال کنین. خیلی دوستتون دارم و یه سری هم با فروشگاه که طلبی بزنین دیگه. هر چیزی که هست آخرین چیزایی که مونده و فعلا یه مدت تو فروشگاه فعالیتی نخواهیم داشت و دلیلش رو شاید بعدا بهتون بگم. خب مدلایی که هست رو میتونیم بیاین بخرین. کسایی که ویدیو رو نگاه میکنن پیام که بدن توی فروشگاه، من حالا یه تخفیفی و یه تخفیف خیلی خوبی بهشون قطعا میدم و اینکه قرار شدش که من وسط ویدیو یا آخر ویدیو بهتون بگم که چجوری میتونید توی مسابقه شرکت بکنید. اول از همه تا اینجا که اگه از اول تا اینجا همراه من توی این ویدیو بودین دمتون خیلی گرمه و عشق من این که زحمت کشیدین ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین، پس حتما لایکش هم بکن تو که تا اینجا زحمت کشیدی و یک کامنت هم برام بذار و بگو من تا اینجا رو دیدم. اگه توی یوتیوب هستی میتونیم استیکر کامنت بذاری یا هر چیزی کامنت بذاری. حتما یه دونه قلب آبی بنفش برام کامنت بذار که معلوم بشه تا اینجا ویدیو رو دیدید. کاری نداریم. برای شرکت کردن توی این مسابقه اول از همه از طریق این سه تا پلتفرمی که میگم شما میتونید عکس و فیلماتون رو ارسال بکنید. این سه تا پلتفرم چیا هستن؟ اینستاگرام ماشین فلزی، تلگرام ماشین فلزی. اگه به این دو تا دسترسی نداشتین، روبینو ماکت طلایی. فقط توی این سه تا میتونید عکس بفرستید. هیچ جای دیگه اصلا نداریم و نمیتونین هم بفرستین. یه سری میان آقا تو یوتیوب یا تو آپارات نمیشه عکس فرستاد. برادر آخه سوالی میپرسید تو یوتیوب، من یوتیوب شبکه اجتماعیه یا بهتر بگم پیام رسانه، همین چیزی نداره که فقط تو این سه پلتفرم میتونین ارسال بکنین عکس و فیلماتون رو. و نکته مهمتر، قبل از اینکه بخواید عکساتون رو ارسال بکنین ویدیو قوانین مسابقه رو ببینین. بارها لینکش رو این بالا گذاشتم تو طول ویدیو، حالا توی کادر آخر ویدیو هم لینک عکسش میاد، روش کلیک کنین و بریم ببینین. فقط و فقط طبق اون قوانین عکس بگیرین و بفرستین، خارج از اون قبول نمیشه. و در رابطه با ماکتتون هم، چون یه سری هستن ماکتشون رد میشه، یه سری هست قوانین رو اجرا نکردن که من میگم طبق قوانین عکس بدین، اما یه سری هستن وقتی میگم کلا قابل قبول نیست، اصلا ماکتت قابل قبول نیست، نه اینکه عکس تو بد گرفتی و تار گرفتی، اونا دیگه مهم نیست. مهمترین مورد خود ماکته. دیگه خودتون الان کاندیدا رو میتونین ببینین. راستی کاندیدا رو اعلام نکردم.
کاندیدا هم همین دوتا عزیزی که گفتم، 206 قرمز و مینی ماینر. به این دو عزیز میتونیم برین رو رای بدیم، کاری نداریم. بریم کاندیدا رو ببینیم یا کسایی که تا حدودی توی این عکس ما که تاشون اومده توی ویدیو دیگه بیسش باید اینی باشه که توی ویدیو دیدین و اگه که میخواین جزو نفرات برتر واقع بشین، منم حالا جمله بندی هم بدم که بعدش هم بتونین جایزه رو دریافت بکنین، بعد مثل کاندیدا اسپورت بکنین، نه اینکه بیاین 4 تا فایل به هم دیگه بچسبونین و تقاضا داشته باشین قبول بشین. خلاصه که اینجوریاست. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و مثل همیشه آرزو می‌کنم روز خوبی داشته باشین و تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.